بله. انا همین صحنه‌ای که عین حال همه شما تماشا کردید، همه دیدند و میدانند. بسیاری از ما و شما هنگامی که میخواستیم کار و صدقاً شروع کنیم، هیچ کس به ما باور نداشت. نزدیکانمون ما رو از راه میزدند. اهمیت دادید؟ همین شخصانی که شما رو از راه میزنند خود فکرانی کمبغالانه دارند و در زندگی به چیزی نرسیدند. اما بسیاری از ما و شما این رو درک نمیکنیم و با سخنهای آنها گوش میکنیم و از مقصد خود دست میکشیم. اگر این سخنها رو این دیرکتوران زیبای اینجا بوده میشنویدند، امروز شما در این تالار زیبا نبودید و من این سخنها رو به شما گفتن نمیتوانستم. اگر این سخنها رو این شخصان موفق روی عالم میشنویدند، امروز زندگی خود، عائله خود و تمام شخصان اینجا بوده رو عوض کردن نمیتوانستند. اگر این سخنها رو این چهره های شناخته ای تمام دنیای فبرلیگ میشنویدند، امروز عشق این شخصیت های بزرگ دل هر یکی ما را گرم کردن نمیتوانست. اگر این سخنها را اینها میشنویدند، امروز یک شخصانی عادی بودند که از آنها هیچ کسی هم خبر نمیافت. اما آنها به گپی هیچ کس گوش نکردند. به خود و به مقصد بزرگ خود باور کردند و دائم به پیش حرکت میکردند. هزارها نفر پیشنهادشان را رد کردند، هزارها نفر از پسشان گپ زدند، ولی آنها به سخن نه، به عمل اثبات کردند که آنها بهترین هستند و لایق بهترین هایند. احسنتان میخوانم. رحمت به شما. در زندگی انسان دو روزی از همه مهم است. روزی که او به دنیا آمد و روزی که فهمید برای چی من به دنیا آمدم، مقصد من چیست. آیا آن استعدادی که خداوند نصیبم کرده است میتوانم انکشاف دهم تا فایدم به خلق خدا رسد، یا اینکه این استعداد رو با خود به گور میبرم؟ نه، قبرستان پر است از استعدادهایی که انکشاف نیافتند و نهفتند. کاری نکنید که از جمله آنها باشه. هنگامی که به دنیا آمدید، همه شخصان نزدیکتون شما رو به آغوش گرفته خوشبخت بودند و تبسم میکردند، اما شما سخت میگریستید. کار کنید، زندگی کنید که هنگامی از دنیا رفتنتون شما خوشبخت و خرسند باشید و شخصانی که شما را از دست دادن سخت بگیرند که چنین شخصیت بزرگ به مثل شما را از دست دادن. عزیزان دیر، در شرکت فبرلیگ شما را به نهایت کاری دشوار و شوق‌آور انتظار است. نباید بیزنستان رو در یک طرف مونید از سببی که بعضی آدمان نمیخواهند با شما همکاری کنند. نباید از مقصدهای بزرگتان دست کشید از سببی که در اول کار موفق شدن نمیتوانید. نباید خود را در رمکه جایگیر کنیم، چون که ما و شما صورت نیستیم که در رمکه باشیم. عزیزان من، شخصانی باشید که تاریخ نخوانید، شخصانی باشید که
таърихатонро нависед то саргузашти шумо миллионҳо нафарро роҳ нишон диҳад, қувват диҳаду ба роҳи рост ҳидоят намояд. ва ман бовар дорам ки шумо метавонед. биёед ҳама каса бо як сухан, бо як нафас, бо як қуввати бузург мегӯем: ман метавонам, ман метавонам, ман метавонам. ман низ ба шумо бовар дорам азизони дил. шумо бузургед, шумо беҳтаринед, шумо метавонед. саломат бошед. аҳсан, аҳсан мегӯем. қарсакҳои пурмавҷи шумо баҳри ҳунармандоне ки дар ин чо баромад карданд, аҳсан мегӯем. браво.